سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به چالش 100 روز گرامر ما روز اول. بچه‌ها امروز همونجوری که مشخصه قراره گرامر است رو توی زبان کره یاد بگیریم. کتابتون رو باز کنید. اگر هم کتاب ندارید به من پیام بدید، ما خودمون براتون کتاب سفارش میدیم. بچه‌ها تهیه کردنش اجباری نیست، ولی خب داشتنش میتونه توی یادگیری 100 البته خیلی بهتون کمک بکنه. گرامر است که میشه همون ایو و ییو، روز اول میشه صفحه 10. خب بچه‌ها ایو و ییو میشه همون امایز و آر داخل زبان انگلیسی. کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه این کتاب میتونه خیلی بهشون کمک بکنه، چون که معادل سازی شده با زبان انگلیسی. پس شد که ایو و ییو همون ام ایز و آر هستن. حالا نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها، ما توی 90% گرامرهای کره‌ای باید به پدچیم توجه بکنیم. حالا پدچیم چی بود؟ یه دوره‌ای بکنیم. بچه‌ها حروفی که حرف آخرشون بی صداه دارای پدچیمن. طبق قاعده‌ای که اینجا براتون نوشته، اگر شما یک کلمه داشتین که آخرش پدچیم داشت، باید از ایو برای گفتن است استفاده بکنید و اگر پدچیم نداشت مثلا ریجا به معنای صندلی، خب باید ییو اضافه بکنید. بزن بریم که مثالهاشو با هم بخونیم. نوشته که سوهیون شنن کاسو ییو. بچه نکته‌ای که باید بدونید این هستش که ما میتونیم این گرامر رو به صورت سوالی هم بیان بکنیم، فقط با یه دونه علامت سوال و عوض کردن لحنمون. سوهیون شنن کاسو ییو یعنی سوهیون تو خواننده هستی. بچه ییو که یعنی است. چرا ییو آورده؟ به خاطر اینکه کاسو یعنی خواننده پدچیم نداره و میشه سوهیون شنن کاسو ییو. سوهیون تو خواننده هستی. چه اومانییو میگه که چه اومانییو مادر من است. اومانی یعنی مادر و پدچیم نداریم، پس ییو. ایگاسن کنچگییو. ایگاسن بچه یعنی این چیز. ای یعنی این، گود یعنی چیز، این نشانه فاعلیه که مخفف ایگاسن میشه ایگون. ایگون کنچگییو میشه این چیز دفتر است. کنچگ یعنی دفتر، ولی خود کلمه چک میشه کتاب. 이분은 선생님이에요. 선생님 بچه میشه معلم. 선생님. 이분은 بچه ها بون به معنای شخص. 이분은 یعنی این شخص. 선생님이에요 معلم است. و آخریش 저는 디자이너예요. من دیزاینر هستم. 저는 یعنی من. دیزاینر میشه همون دیزاینر و ییو هم که به معنای است. حالا که مثال ها رو یاد گرفتی بریم که با هم تمرین انجام بدیم. بچه ها اون شی که براتون بعد از اسم ها میاره نشونه محترمانه کردنشونه. مثلا سوجان شی یعنی خانوم سوجان یا کیمگیو شی یعنی آقای کیمگیهو. پاسخنامه این تمرین ها هم پایین صفحه براتون گذاشته. بعد از اینکه حل کردید چکش بکنید. سوال اول چه تونگسنگ ییو آنیمیان اییو. بچه ها میگه چه تونگسنگ. تونگسنگ یعنی خواهر برادر کوچیکتر. چه یعنی یک چیزی مال منه، معادل مای توی زبان انگلیسی. خب مثلا میگه my sister یعنی خواهر من. به خاطر اینکه پدچیم داره به اضافه اییو میشه چه تونگسنگ ییو یعنی خواهر یا برادر کوچیکتر منه. چیوگه یعنی پاک کن. چیوگه ییو پاک کن است. چون که پدچیم نداریم ییو استفاده میکنیم. چیوگه ییو. اوری کاجوک. اوری کاجوک. اوری یعنی ما، کاجوک یعنی خانواده. توی پارت قبلی لغت هامون داشتیم. اوری کاجوک ییو چون که کاجوک پدچیم داره. اوری کاجوک ییو یعنی خانواده ما است. و چه اومانی یعنی مادر من. ییو چه اومانی ییو یعنی مادر من است. همونجور که گفتیم چه یعنی یه چیزی مال منه. اومانی هم یعنی مادر. پانن ریسا. بچه ریسا یعنی دکتر. ریسا اینو توی الفبا هم داشتیم. ریسا ییو. بعدی آننن حسابان ییو. حسابان کارمند اداره.
و چون که پچیم داریم به اضافه ایو میشه. آنی یعنی خواهر بزرگتر من کارمند اداره هست. I'm a student. من یک دانش آموز هستم. 저는 학생이에요. 저는 학생이에요. من دانش آموز هستم. 학생 میشه دانش آموز و پچیم هم داره. It's my grandfather. میگه پدر بزرگ منه. چه 할아버지예요. 할아버지 رو داخل لغت ها داشتیم. چه 할아버지 یعنی my grandfather. 예요 یعنی است. This is a pencil. 이것은 연필이에요. 연필 بچه یعنی مداد. 이것은 یعنی این چیز. 연필이에요. این چیز مداد است. و اما سال آخر رو بچه ها میسپارم به خودتون. باید بگین 저는 بعد اسم خودتون رو بیارین و با توجه به اینکه اسم کره‌ای شما پچیم داره یا نداره بهش ایو و ییو اضافه بکنید. خب و اینکه حالا اسم شما به کره چی میشه رو من داخل یک ویدیو کامل براتون توضیح دادم. حتما ویدیو رو ببینید. خب بچه ها این جلسه اولمون هم به پایان رسید. هر سوالی که راجع به این گرامر یا حتی تمرینش دارید حتما داخل کامنت ها ازم بپرسید. 안녕.